دیشب سرباز وطن در یک شاهکار تاریخی آخرین تابستان ورزشیش رو مقابل کدی رودز قرار گرفت. اونا بعد ماچ و بوس تعارف و کنار گذاشتن و با هر وسیله‌ای که دم دستشون بود همو مورد عنایت قرار میدادن. سگ و گربه رفتن برای حرکات مخصوص، اما برای تسلیم کردن هم کافی نبود و جان میز گزارشگرا رو قتلگاه کرد. عاشقان دلسوخته در بین مردم به جون هم افتادن و بعد خورد شدن سینا رو میله از دیدگان محو شدن. در صحنه ابرحماسی جان حریف و به دوش کشیده از بین گرد و غبار خوزستان ظهور کرد و فینیشر زد. اون مثل شیرمردان کوهستان کدی و تا میادگاه کولبری کرد، اما تله رو نادیده گرفت و رومیز خورد شد. کله طلایی ابرای گوشه رینگو باز کرد و به سر و صورت جان کوبید، اما برای جفتشون به تناب دار تبدیل شد. پیلتنان تا فیها خالدون از زمین و آسمان رو هم فینیشر خالی می‌کردن، اما جفتشون روی سنگر در هم شکستن. کدی با یه سلام نظامی تابستان سینا رو به زمستان تبدیل کرد، اما بعد پیروزی تازه داستان شروع شد. براک لزنر ملقب به آقای سخت بعد از تحمل 3 سال حبس در زندان قزلحصار اومد که شهر رو به هم بریزه. رئیس مزرعه همچو بیتو بمبافکنوار به جان حمله ور شد و باید ببینیم جوجه رو آخر پاییز میشمرن یا نه.